ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه خبر داد که با قرار دادگاه خوشبخت بابوبکوف ساکن 24 ساله کوچه فردوسی پایتخت با جرم میدان‌فروشی به مبلغ 406 سامانی جریمه بسته شد. با گفته مقامات بابوبکوف روز 4 دکامبر در کوچه فردوسی با ماشین اوپل استرش یک جوانزن را تعقیب کرده او را با الفاظ قبیح آزار داده است. در ویدیویی که مقامات میلیسیا نشر کردند دیده می شود که چگونه راننده اوپل تلاش می کند که خود را همسنف یک جوانزن راهگذر وانمود کرده از درون ماشین به او گپ پرتاید، ولی وقتی جوانزن می گوید که او را نمی شناسد و به گپ پرتویش اعتنا نمی کند، راننده او را دشنام داده ماشینش را با شست می راند و فرار می کند. این نخستین چنین مورد مجازات مردان در دوشنبه برای تحقیر زنان نیست. هفته گذشته گزارش شده بود که ساکن 30 ساله شهر دوشنبه شیرعلی کنجایف با جرم حمله به شاعره شناخته ادیبه عزیز به 5 شبانه روز حبس مأموری محکوم شده است. دادگاه او را بر اساس ماده 460 کودک حقوق ویرانکنی مأموری تاجیکستان در میدان‌فروشی گناهکار دانست. ریاست کارهای داخلی گفت شیرعلی کنجایف شب 18 نوامبر در کوچه انزاب به ادیبه عزیز در افتاده نسبتش رفتار دغلانه کرده و با سخنان قبیح شأن و شرف او را پس زده است. قبلا ریاست وزارت کارهای دوشنبه بر اساس دستور شهرداری پایتخت رستم امامعلی حتی یک گروه ویژه تأسیس داده بود که موردهای تحقیر و آزار زنان و دختران در کوچه و خیابان‌های پایتخت را تحقیق می‌کردند. در جریان فعالیت این گروه ده‌ها مرد اساساً رانندگان به جرم بدرفتاری نسبت به زنان و دختران به جوابگری کشیده شدند.